مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیزی میگه منم تویی وای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصدیم که راجع به پشت پرده ها و جنجال های 41مین جشنواره به قول خودشون بین المللی فیلم فجر و اتفاقات پشت پرده صنعت پررونق سینمای ایران با شما صحبت بکنیم. صنعت پر رونقی که بازیگراش اگر بتونن خوب خدمات مخصوصا خانماشون ارائه بدن به تهیه کننده ها در فیلم های بیشتری بازی میکنن. این چیزی هستش که 70-80% بازیگرهای صنعت سینمای ایران میتونن تاییدش بکنن. اگر تاییدش نکنن قطعا خودشون جزئی از اون فسادن یا جز اون 10-15% هستن که توی قسمت پاک سینمای ایران دارن شرکت میکنن. اما میرسیم به جشنواره فیلم فجر که با حاشیه‌های فراوون و عجیب و غریبی روبرو بود و شاهد این بودیم که دو دسته آدم در خصوص این جشنواره واکنش نشون دادن. در بین آدم‌های معروف دسته اول سلبریتی ها بودن. سلبریتی ها، بله، افرادی که به معنای واقعی کلمه این جشنواره رو تحریم کردن و گفتن که ملت در غم و اندوه و عزاداری و ماتم هستن و لزومی نداره ما در یک جشن وارد شرکت بکنیم و سعی کردن که این جشنواره رو تحریم بکنن. از اون طرف ارشاد و نهادهای مختلف امنیتی و جای مختلف تا تونستن فشار آوردن که این تحریم رو بشکنن با چیزهای مختلف، اما خب به هر حال یه سری از این سلبریتی ها افراد مختلف باج بده به این نهادهای حکومتی و ارشاد و جای مختلف نیستن. از اون طرف یه عده دیگه بودن که به معنای واقعی کلمه سلبریتی بودن، یعنی به دنبال یه دونه تخم و مرغ میگردن سری مثل آب نبات بذارن تو دهنشون، یعنی تخصص و اینا، و رفتن توی این جشنواره. البته یه عده دیگه شون هم نه اینوری بودن نه اونوری، وسط بودن، یعنی دقیقاً وسط بازی کردن و رفتن تو جشنواره. گفتن ما میریم تو جشنواره که تو جشنواره اگر رتبه‌ای آوردیم و رفتیم بالا صحبت کردیم بتونیم صحبت کنیم و از حق و حقوق ملت دفاع بکنیم. این صحبت‌ها که دلم میخواد یه فوشی چیزی بدم، ولی خب به هر حال اینجا مکان خانوادگیه و ویدیوها رو خیلی از خانواده ها افراد میبینن. آخه پشمک، تو اگه میخواستی حرف بزنی نیاز به تریبون فیلم فجر داشتی، برو تو پیج اینستاگرام و جای مختلفت صحبت بکن. حتما بعد بری اونجا صحبت بکنی. تو که دل و جرأت داری و جربزه داری، خب برو اونجا صحبت کن. حتما بعد بری تو فیلم فجر. نه عزیزم، شما وسط بازی که به مسئولان ارشاد و جاهای مختلف بگی که آره من به خاطر شما اومدم، به مردم بگی آره من به خاطر شما رفتم صحبت کردم، به معنای واقعی کلمه شما وسطی سلطان. بعد شما هم بازیگرید، قشنگ بلدید فیلم بازی بکنید. البته این جشنواره فیلم فجر همچین خالی خالی هم نبود، یعنی عدم استقبال مردم و اتحاد مردم باعث شد که ضرر 155 میلیاردی به صنعت پر رونق سینما ایران زده بشه. به هر حال یه سری از این فیلم ها میتونستن فروش داشته باشن در جشنواره و بتونن درآمد خوبی رو کسب کنن، اما با تحریم مردمی که من خودم یادم حداقل 7-8 سال پیش که من خودم توی ایران بودم و در سالن‌های مختلف سینما میرفتم، صف بود برای دیدن فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر بود، اما ما شاهد بودیم که امسال پرنده هم پر نمی‌زد. یعنی اون مسئولان سینما اینطوری بودن، این پشه رد می‌شد اینا می‌زدن، کسی نمی‌رفت فیلم‌ها رو ببینه. اما خب حاشیه‌اش هم کم نبود این جشنواره فیلم فجر که بهش خواهیم پرداخت. جوایزی که توی این جشنواره دادن، خب قربونش برم که اتفاقات عجیب و غریبی بود. جالب بدونید که امسال برای اولین بار به بهترین بازیگر نقش اول مرد رو به 2 نفر دادن. کلا جایزه رو بعد شما به 1 نفر بدید، وقتی به 2 نفر میدی ارزش اون جایزه کم میشه دیگه. به مجید صالحی دادن برای فیلم شماره 10 که دارید میبینید روی تصویر، و علی نصیریان هم گفتن حالا به حال ایشون هم سنی ازش گذشته و اینا، بذارید حالا به ایشون هم یه جایزه بدیم دیگه، و به علی نصیریان هم جایزه دادن. برای سید حامد، حالا راجع به این فیلم ها من یکی یکی
صحبت خواهم کرد که جایزه گرفتن، چون پر از حاشیه بوده. اول راجع به خود جایزه جشنواره به شما بگم که دو اتفاق جنجالی افتاد توی جشنواره فیلم فجر. اتفاق اول این بود که دو تا از شرکت‌های خودروسازی که ماشین‌های آتو آشغال و لگن و صد رحمت به فرغون رو تولید میکنن، سایپا و ایران خودرو که مافیای خودرو ایران هستن و اجازه نمیدن خودروهای بروز دنیا بیاد با اینا رقابت بکنه. شما حساب بکن مثلا بنز بیاد با فرغون اینا رقابت بکنه، یک کسی نمیره فرغون اینا رو بخره دیگه. اینا هم باج میدن به حکومت، میگن آقا واردات ماشین رو ممنوع کنید به کشور، ما باج رو بهتون میدیم، اگه خواستید خودمون هم بهتون میدیم، شما فقط قربون دستتون این خودروها رو شما نذارید بیارن از خارج از کشور، ما هم آتش خلال بکنیم تو پاچه ملت تا دست. خلاصه امسال اینا اسپانسر جشنواره فیلم فجر بودن و جالب بدونید یعنی بازیگر واقعا بعضیاشون اعجوبن. قرار بود که یه دونه خودرو تارا بدن به برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و کلا کسایی که آقا هستن بهشون تارا بدن و به خانوم ها شاهین بدن، خودرو شاهین. که جالب بدونید که خودرو تارا اونجوری که خودشون داشتن حساب کتاب میکنن و دعوا و گیس و گیس کشی بوده پشت صحنه و اونایی که جایزه گرفته بودن، خصوصا این پردیس پورآبدینی که خیلی مظلوم خودشو نشون میده، گفته بوده که چرا شما به آقایون تارا دادید به ما شاهین دادید. تارا در خوشبینانه‌ترین حالت ممکنش اون تازه دنده‌ای شخمیه در بداغونش 100 میلیون تومان گرونتر از شاهینه. هرچند این دوتا ماشین رو همدیگه خودشون 1 میلیون هم نمیارزن چون آشغالن، ولی خب به هر حال اینا قیمتای شل شخمی براشون گذاشتن. خلاصه سر جایزه دعوا بوده اونجا که آقا داستان از چه قرار هستش و بعد به ما هم جایزه بهتری بده. اما اونایی که برنده شدن رو بخونم، یه سری حاشیه اتفاق افتاده بوده. پردیس پورآبدینی شد بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم غریب. بهترین بازیگر نقش اول مرد رو گفتم، مجید صالحی، علی نصیریان که فیلم مجید صالحی هم جلوتر پخش میکنم یکم وایرال شد تو فضای مجازی. سید حامد حسینی برای فیلم سینما متروپول بهترین فیلم رو گرفت که اینم خنده‌دار بود. حالا چرا خنده‌دار جلوتر میرسیم. سارا حاتمی برای فیلم کت چرمی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو سجاد بابایی برای فیلم استاد گرفت. برای فیلم در آغوش درخت آقای بابک خواجه پاشا بهترین فیلمنامه رو گرفت و پویانمایی بچه زرنگ شد بهترین پویانمایی. محمد علی باشه آهنگر بهترین کارگردانی شد برای فیلم سینما متروپول و محمد عسکری فیلم اتاقی که حالا گلی رو ساختن به عنوان بهترین کارگردان فیلم اول. خب از پایین شروع میکنیم، یعنی از آقای محمد علی باشه آهنگر برای فیلم سینما متروپول. 3-4 روز پیش وزرای نفت و وزرای ارشاد میرن برای فیلم گل‌های بادواره که این فیلم رو ببینن که حالا توی این جایزه البته اسمشون آوردن. 2 نفر دیگه هم هستن. سیمرغ بلورین گوهرشاد به لیلا آج رسید و فیلم غریب هم بهترین فیلم از نگاه ملی شد. یه جایزه دیگه هم بود برای فیلم گل‌های بادواره، ببخشید گل‌های باوارده. فقط آخه اسم شما میذارید که اسما میذارن باوارده که کارگردانش مهرداد خوشبخت بود که توی پردیس سینمای ملت قرار بود این فیلم رو اکران بکنن، با 1-2 ساعت تأخیر اکران شد و وزرای نفت و وزرای ارشاد هم رفته بودن. بعد از اینکه فیلم اکران شد کارگردانش مهرداد خوشبخت گفته بود که این یه فیلم مزخرفه از دید خودم و به نظر من فیلم آتش‌قالیه و جالبه که این فیلم گل‌های باوارده شد بهترین کارگردان و کسی که تونسته بوده یه جایزه رو بگیره در کنار محمد علی باشه آهنگر. محمد علی باشه آهنگر اومد فیلم سینما متروپول رو ساخته بود و جالبه که این فیلم موقعی که نمایش عمومی شد
وقتی که ازش مصاحبه گرفتن نظرش راجع به فیلم پرسیده بودن، گفت این فیلم تازه 40% واسه اکران عمومی کار داره. یعنی آنچنان ما خودمون راضی نیستیم. خودشون یه فیلمای آشغالی دادن تو جشنواره، بعد خودشون هم میگفتن فیلممون آشغاله، بعد وقتی جایزه رو هم بردن خودشون باورشون نشده. یعنی ببینید چه جشنواره بین‌المللیه، خودشون هم پشماشون ریخته. توی قسمت بهترین پویانمایی فیلم بچه زرنگ همه جایزه ها رو درو کرد. بهترین صداگذاری، بهترین کارگردانی، بهترین تهیه کنندگی، بهترین دستیار، بهترین افکت، بهترین دوبلور، هر چی جایزه تو جشنواره بود رو فیلم بچه زرنگ برد. چرا؟ چون فقط همین یه دونه فیلم انیمیشن بود که تو جشنواره شرکت کرده بود. یه فیلم بود، اونم رفته بود تو داوری، همه جایزه ها هم خودش برده بود. یعنی ببینید با چه ملاک و معیار. خب حداقل با یکی دیگه مقایسه می‌کردن، یا اگر مقایسه نمی‌کردن نباید می‌بردنش تو جشنواره به عنوان قسمت انیمیشن و پویانمایی. همینو بردن، همینو هم بهش هرچی جایزه بود دادن. و برسیم به مجید صالحی. مجید صالحی میاد میشه بهترین بازیگر نقش. اول راجع به این زیرنویسه بهتون بگم. نوشته دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به هومن بقنوت برای فیلم سینما متروپول رسید. بعد برداشتن یه دیپلم افتخار به هومن بقنوت دادن که حالا این زومش میکنم ببینید. نوشته شده که دیپلم افتخار هیئت داوران برای 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر آقای هومن بقنوت. چقدر دست خطا هم زشت. بابا حداقل پرینت کنید یا از یک شخصی استفاده بکنید یه دست خط نستعلیق سنتی ایرانی داشته باشه. این انگار مثلا یه قورباغه دستش کرده تو جوهر راه رفته. بعد خط خطی همینا برداشتن انداختن جلوش، که البته مردم هم اومدن واکنششون دادن، گفتن کسی که جشنواره فیلم فجر رو تحریم نمیکنه لیاقتش در همین حده که این جایزه رو پرت کنن جلوشون، چون که دلیلی نداره بخوام برن و توی این جشنواره شرکت بکنن. بریم ببینیم مجید صالحی. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد که اهدا می شود به آقای مجید صالحی برای فیلم شماره 10. بله اینم حالا ببریم جلو، چون حالا هم بریم جلوتر ببینیم چی میگه. تسلیت عرض میکنم به مردم خوی، مردم سوریه، مردم ترکیه، همه خانواده های داغدار این روزها و این سال و تبریک میگم آزادی یک سری از زندانیان. دست انشالله که همه آزاد باشن، برقرار باشن. منظورش زندانیای سیاسی یا زندانیانی بوده که بر اساس قانونهای مندرآوردی خودشون توی اون حکومت اینا رو بازداشت کرده بودن. خودشون بازداشت میکنن، منت هم میذارن، خودشون هم آزاد میکنن. خب تشکر میکنم از هیئت محترم داوران که قابل دونستن بنده رو این جایزه رو دادن و از گروهمون تشکر میکنم، جناب آقای عسکری، آقای زرگرنژاد کارگردان، آقای کاوری و همه دوستان. یک گله کوچیکم داشتم. یکی از دوستان مدیر که خیلی هم دوستش دارم، رفیقمه، بچه مؤمن و با خداییه، یه ذره احساسی برخورد کرد در ایام جشنواره. گفت کسایی که حالا نیومدن دیگه من بعد تا وقتی این نظام است در هیچ فیلمی نه میسازن، نه بازی میکنن، نه کاری میکنن. اتفاقا دبیر جشنواره که همیشه باهاش موضع داریم، آقای مجتبی امینی، من ازش تشکر میکنم. گفت دموکراسیه، یکی دوست داره بیاد، یکی دوست نداره بیاد. یا یه روزایی حالمون خوب نیست. این روزایی که حالمون خوب نیست قرار نیست. خب بینندگان عزیز و ارجمند، نمونه یک وسط باز رو به شما نشون میدم، ولی به نظر من حرفاش این دو دسته داره. الان یه دسته میگن که چرا رفت شرکت کرد و این حرف رو زد، ولی یه زاویه دیگه من معتقدم که شما اگر میخوای یه کشتی رو هم غرق کنی باید بری تو کشتی. اما برای این سلبریتی ها این تو کله من نمیره حقیقت. یعنی این سلبریتی ها
هر چی بگم من باور نمیکنم، چون من پشت پرده این آدم‌ها رو میدونم. اول صحبتام هم گفتم آقا شما تو پیج خودت این حرفا رو میزدی اگه آدم اینقدر با دل و جرأتی بودی، و شما به نظر من یه وسط بازی بیش نیستی. بقیه‌اش رو بشنوید. ریشه بزنیم، قرار همدرد باشیم، همراه باشیم، همدل باشیم و خودمون رو خدایی نکرده مالک ندونیم. بر نگردیم بگیم اگر نمیخواین از این کشور جمع کنیم برین. همه مال این آب و خاکیم، همه مال ایرانیم. 80 میلیون به قول آقای شهیدی بزرگوار 80 میلیون هموطنیم. این جایزه، من ماشین ندارم، ماشینمو در دوران کرونا به عنوان یک گوشه از این آدم‌های هنرمند وظیفه خودم دونستم، ماشینمو موقع فروختم، کمک کردیم مثل خیلی از این هنرمندا که خیلی نجیب و شریفن. و امروز اومدم چون در همین جشنواره خیلی بزرگان جایزه گرفتن، مرحوم آقای خسرو شکیبایی، استاد عزت الله انتظامی، جناب آقای پرویز پرویز و خیلی از بزرگان. من هم اومدم اینجا به احترام گذاشتم، شرکت کردم. ماشین ندارم، جایزه مالیش گفتن چیه؟ یه ماشینه تارا. اون جایزه هم دوباره من میسپارمش به هادی حجازی عزیز که تقدیم کنه به مردم خوی. و باز هم میریم و جایزه معنویش، این جایزه سیمرغ رو تقدیم میکنم به دخترم و همه دخترای این سرزمین، به همسرم که مادریه، همه مادرهای ایران زمین، همه خواهرهای گلم، خاک پای همشنم. انشالله همه کنار هم باشیم. بله، اینم صحبت‌های مجید صالحی بود که صحبت کرد. ولی خب یه نکته دیگه هم بگم، این رضا محقق هم برداشته بود رفته بود صحبت کرد توی جشنواره فیلم فجر برای فیلمی که ایشون تهیه کننده بود. اینم در نوع خودش جالب بود. مجید صالحی یه وسط بازی کرد، تموم شد رفت. اصلا دیگه فکر نمی‌کنم بیشتر از اینم بخوام بهش بپردازیم خوب باشه. مثل پردیس پورآبدینی که ایشون هم باش وقتی مصاحبه کردم، من اینم چرا یاد خمینی افتادم موقعی که میخواست برگرده ایران و مملکت رو به فنا بده، میگه هیچ حسی ندارم. اینم حقیقا همین یاد بازیگرن دیگه. ببینید بازیگرا بلدن نقش بازی کنن، حس بگیرن، بغض بکنن و اینا. شما میگه آخه خوبیه، بلدن. ببینید ایشون چی میگن. پردیس پورآبدینی: از گرفتن سیمرغ چه حس و حالی دارین؟ برای پنجمین بار بود فکر کنم در اثر سینمای بازی می‌کردین. پشتو خیلی ناراحت نشون میده. آره خب نمیرفته اگه ناراحت خیلی تشکر میکنم از آقای میرن جایزه‌شون رو میگیرن، چوسیشون رو میان، مصاحبهشون میکنن، نمیدونم حال و هولشون رو میکنن، پشت صحنه کارهای اداریشون رو انجام میدن، بعدش من مصاحبه این ناراحت هست. چه نه مردم هم از دادن. خب نمیرفتی سلطان جشنواره تو که اینقدر ناراحتی؟ اصلا اگه ناراحت آدم وقتی ناراحته مگه میره یه جای مگه اسلحه گذاشتن رو سرت که بگم برو اونجا؟ خب بفهمم. بله. و آقای لطیفی، امیدوارم که همه چی خوب پیش بره و تشکر میکنم از عواملمون که واقعا زحمت کشیدن. حالت چجوریه؟ هیچ. امام خمینی ره، یعنی من یاد ایشون افتادم. خب برسیم به این رضا محقق قالتاق. خب ببین چی میگه. احساس کردم که حضورم در جشنواره فیلم فجر یک حضور مؤثری میتونه باشه. واقعا بعد ما در سینمایی که صاحبانش مردمند، هنرمندان هستند. ما نمیتوانیم سینما رو تحریم بکنیم. چقدر با حس صحبت میکنه. ما داریم معیشت مردم را نشانه میگیریم. دقیقا باید میزدم برات. یک بحثی در سیاست بود به نام کاسبان تحریم. اصلا امروز این بحث رخنه کرده. در رخنه کرده. خب ادبیات هنر چه کسانی سود میبرن از این قضیه؟ اگر در تونس، در قاهره اتفاقایی افتادن، آیا سینما تعطیل شد؟ مگه همین سینما نیست؟ مگه همین سینمای پارسال نبود؟
مگه سینمای 10 سال پیش نبود؟ مگه همین جشنواره چند سال پیش نبود با همین روی کرد؟ خب الان سینما عوض شده. بله عوض. سینما فرق کرده. بله مردم آگاه. در کجای جهان آزاداندیشی ما سراغ داریم کسی رو امر بکنند که این کار را بکن یا نکن؟ من دوست دارم دوستان رسانه‌ای اخلاق رسانه‌ای رو رعایت بکنن و بعضی موقع یک چیزهایی ما میبینیم، یک چیزهایی رو بهش میرسیم که خیلی قطعا خوشایند نیست. یعنی ما باید بیایم تفکیک کنیم این مسائل رو، تفکیک بکنیم این ادبیات رو. چرا که ما وقتی خودمان بردری میکوبیم سزاوار است که آن در باز شود، وقتی با آن در کار نداریم بسته بماند. بله دیگه اینجا داره میماله. حالا ایشون کیه؟ ایشون داماد این چهره است، سردار حاج عدل هاشمی، مهندس حاج عدل هاشمی. این صحبت ها نماینده کوکیلو بایر احمد هستن. ایشون تا دلتون بخواد ایشون دلدزدی کرد. بعد جالبه بدونید وقتی برنده شده تو انتخابات ببین بنرهای تو خیابونو ما سیاست اینا اومدن نوشتن که بهتون تبریک میگیم این نشان شایستگی شماست. بعد نوشته مردم شریف شهرستان لنده یا لنده یا مثلا شهرستانی دهتش، مردم شریف شهرستان چرام و چرام یه مقداری. یعنی فکر کنید مردم با این وضعیت اقتصادی عجیب و غریبشون که نون ندارن بخورن برن واسه این آدم که رفته تو انتخابات یه سمتی گرفته بنر بزنن و تبریک بگن به صورت خودجوش. باور میکنید باید طرف قطعا تست دیوونگی ازش بگیرن اگه همچین حرکتی رو زده باشه. ایشون پدر خانم همین رضا غریبی هستش که رفته و این صحبت ها رو کرده. یه همیشه آدمای درب و داغونی تو صنعت سینما ایرانن، پول مفت یا پولایی که دزدی کردن یا پولایی که میخوام بشورن رو میارن میذارن توی سینمای ایران. جشنواره فیلم فجر هم دست کم از بقیه‌شون نداره. دم اونایی که تحریم کردن گرم و اونایی هم که تحریم نکردن حسابی دوستان از عمه و خاله و دایی و خواهر مادرشون حسابی پذیرایی خواهند کرد. در صورت خیلی دوستم شما هم نظرتون رو بگید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.